امروز توفیقی ایجاد شد از یک واحد تولید مفتول مسی تعطیل شده در استان کرمان بازدید بکنیم و با کمال تأسف به حال مشاهده شد که یک کارخانه روپا و در حال فعالیت به خاطر سوء مدیریت متاسفانه تعطیل شده. کارخانه‌ای که همین الان یک ارزش حدود 1000 میلیارد تومانی داره، یک خط تولید تقریبا نو که 13 سال هست در جوار این کارخانه در زیر باران و آفتاب در حال مستهلک شدن هست. خوشبختانه الان اراده خوبی در مجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان مس و همچنین شرکت ملی مس برای احیای مجدد این کارخانه به وجود اومده و اون چیزی که برای ما در استان اولویت داره تکمیل زنجیره تولید مس در استان هست و متاسفانه الان شرایط خوبی رو در این رابطه نداریم. یعنی تولید اصلی ما بحث کاتود هست و استان در صنایع و زنجیره پایین دستی کاتود بسیار ضعیف است. واحدهایی هستن دارن کار میکنن، اما در مقابل حجم کاتود تولیدی و چشماندازی که ما در استان در حوزه تولید کاتود داریم، واقعا اون چیزی که الان وجود داره بسیار محدود هست. امیدوار هستیم که انشالله با حمایت هایی که دولت انجام خواهد داد در بحث تامین زیرساخت‌های این شهرک ها و حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه و مشارکت خود شرکت ملی مس و مجتمع های شهربابک و مجتمع سرچشمه و مجتمع مثل در آلو، امیدوار هستیم که انشالله شاهد اتفاقات خوب در این راستا باشیم. من تشکر میکنم از اهتمامی که جناب آقای علیخانی مدیر عامل صندوق بازنشستگی مس در این رابطه داشتند و زمینه این بازدید رو فراهم کردند و اراده‌ای که الان ایشون به وجود آوردن با همکاری شرکت ملی مس و امیدوار هستیم که انشالله به زودی شاهد شروع کار مجدد این واحد و اقدامات و فعالیت‌ها در راستای تکمیل زنجیره تولید مس در استان کرمان باشیم.